Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bachcha ko'zga граница اومدیم. چه گذشته بچه هاوشا؟ Короче, nem bachcha pasport نداشت داشتیم توش چیزا بود. نه بچه نه اینم بچه کوزمون الحمدلله پیش مترو کاتریندا. اما ان شاء الله با هم خود دوال نه. нафароне ки бехобӣ мекашанд камтара гапда асабонӣ мешаванд, нерви чит мекунанд ва ҳамчунин нафароне ки да депрессияанд, фаромӯшхотиранд, дирӯза кор шуд даёд чун нест, ширкати шифофармо роҳи ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро ба шумо пешниҳод мекунад. гиёҳе ки дар дасти ман мебинед нерви ном дорад, ба розии худованд ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро табобат мекунад. нафароне ки дар 10 рӯзи охир ҳамин нервиро از شرکت شفافرما فرمایش میدهند 10% به ویو تخفیف کرده می شود. اولین قدمی که بر مسجد ما و شما میگذاریم باید که از صلوات پیغمبر شروع شود. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت عوس ابن عوسین میگوید که پیغمبر خدا گفت لایامکم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. این پیغمبر ما و شما گفته بود است ای امت من بهترین روزها از روی فضل درجه این روز جمعه هست، از این خاطر در روز جمعه برای من صلوات بسیار بفرستید، زیرا اینه که صلوات شما معروضة علی پیشنهاد من میشود. میگویند که فلانی ابن فلانی به نام تو صلوات فرستاد. یک اللهم صل علی محمد و علی آل محمد گفتگی ما و شما نزد پیغمبر خدا پیشنهاد میشده که فلان امتی تو از فلان دیار از فلان محله به حق شما چیکار کرد؟ صلوات فرستاد. فقالوا کیف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني صرت رميما وفي رواية بليت. وقتی میگه پیغمبر خدا این حدیث گفتن صحابه های پیغمبر چیکار کردن؟ گفتن ای پیغمبر خدا چگونه صلوات ما پیشنهاد تو میشود در حالتی که تو در داخل قبر خاکستر شدی، در داخل قبر جسد تو پوسیده هست، چگونه پیشنهاد می شود؟ رسول اکرم چی گفتند؟ ان الله عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء. رواه ابو داود. گفت ای اصحاب من شما درک ندارین که خداوند بر زمین حرام گردانیده است این که جسد پیغمبرها را نابود کند. زمین حق ندارد که جسد پیغمبر را خاکستر کند. زمین حرام گردانیده است بر زمین که جسد پیغمبرها را بپوساند. جسدهای پیغمبرها نمی پوسند، جسدهای پیغمبرها خاکستر نمی شوند. گفت پیغمبر خدا. وقتی این صلوات ما و شما به نام پیغمبرمان که روان کردیم در حال از پسش دعا میکنیم اللهم افتح لی ابواب رحمتک. خدای مهربان این درهای رحمتت را برای ما گشاده نگه بدار. گفته ما و شما داخل مسجد میشویم. وقتی در داخل مسجد در آمدیم چیکار کردن من در کار؟ انما هی لذکر الله و تلاوت القرآن. پیغمبر گفتند این مسجد گفتند جای ذکر خداست و جای تلاوت قرآن است. برای ما و شما مسئله داخل مسجد حل کردند. بنده مسلمان باید چیکار کند؟ وقتی در مسجد که در آمد بعد ادا کردن 2 رکعت تحیه مسجد که تحیه مسجد ما و شما اگر حالت موعظه نباشد، وقتی امر معروف یا نهی از منکر باشد یا وقتی خطبه خواندن امام باشد، این حالت ها برای ما و شما طبق مذهب ابو حنیفه جایز نمی شود که تحیه مسجد خوانیم. باید که ما خطبه را گوش کنیم،
باید ما و شما موعظه را گوش کنیم. وقتی موعظه نباشد، داخل مسجد خالی باشد، می درویم 2 رکعت تحیه مسجد، کدام سوره که نباشد میخوانیم در حق تحیه‌گران این مسجد، در حق آباد کنندگان این مسجد ما و شما دعا میکنیم. بعد دعا کردن اگر چشم بینا داشته باشیم، چشم سواد داشته باشیم، قرآن هایی که در داخل مسجد است قرآن تلاوت میکنیم. اگر مبادا قرآن خواندن توانستیم، تسبیح ها را گرفته سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر ما و شما ذکر میکنیم. این در داخل مسجد باید که این عمل از ما و شما صادر شود، زیرا پیغمبر خدا میگوید الحدیث فی المسجد تأکل الحسنات کما تأکل البهائم الحشیش. سخن بیهوده که در مسجد گفته می شود، گفت پیغمبر، حسنات شما را، نیکی های شما را چنان می خورد چگونه که حیوان علف را می خورد، چگونه که همین حیوانی که علف در حال نابود میکند میخورد، این گونه همین حدیث های شما، گپ های بیهوده و دنیایی شما، نیکی های شما را میخورد و نابود میکند. در همین مشکات در باب فضیلت مسجد حضرت صاحب ابن یزید میگوید کنت فی مسجد، یک روز در مسجد رسول اکرم نشسته بودم، فحسبني رجل فنظرت فاذا عمر ابن الخطاب. همین حضرت صاحب میگوید که یک روز در مسجد پیغمبر خدا نشسته بودم، کمی پینک میبرد، خواب میبرد، و ناگاه یک سنچه در پیشانی من زد. نگاه میکنم که حضرت عمر با سنچه به سوی من حواله کرد. فقال اذهب فأتینی بهذین. گفت نزد من بیا. گفت همان 2 مردی که در عقیب مسجد نشستند اونها را دیدی؟ گفت بله دیدم. گفت اونها را نزد من بیار. اونها مثل امروزه برادرای ما و شما را صحبت داشتند، اونها گپ‌های بیهوده میگفتند، در داخل مسجد به مسئله های دنیا مبتلا بودند. حضرت عمر خشمناک شدند، غضبناک شدند، گفتند هر دو اونها را پیش من بیار. حضرت عمر بسیار جسور بودند، بسیار با غیرت بودند. این مرد میگوید رفتم و هر دو آنها را خبر دادم که عمر شما را دعوت دارد. اون زمانها دوره خلافت حضرت عمر بود. آنها میگوید از جای خود خیستند و نزد حضرت عمر آمدند. حضرت عمر به جانب این 2 مرد نگاه کرد و گفت من این انتما؟ هر دو شما از کجا هستین؟ گفتند من اهل طائف، ما از شهر طائف هستیم، یعنی در این مدینه مهمان هستیم. حضرت عمر گفتند لو کنتما من اهل بلدی، اگر شما مهمان نمی شدین، اگر شما از همین شهر مدینه می شدین، لو جعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، چنان شما را عذاب میدادم، چنان شما را لت کوب میکردم که آواز شما همین مسجد فرا میگرفت اگر شما مهمان نمیشدین. لیکن خاطر همین مهمان بودن شما را نجات داد. از این خاطر در مسجد که نشستین گفت حضرت عمر باید که خاموش باشین، یا به ذکر خدا مشغول شوین یا به تلاوت قرآن شما مشغول شوین. امروز متاسفانه در تمام مسجدهایی که در روی زمین بنا کرده شده است، در داخل همه اونها
مسئله های دنیایی حل می شوند. در داخل مسجد نمازخوانی آمده است، برادر مسلمان شا غیبت میکند. در داخل مسجد نمازخوانی آمده است، برادر مسلمان شا تحقیر میکند، دشنام میدهد. که امروز ما و شما را بر علا مشاهده میکنیم در تمام مسجدها. شاید که حدیث پیغمبر خدا که از باب معجزات است یا از اشراط ساعت است، از نشانه های قیامت است، خبر داده است که یأتی فی آخر زمان ناس من امتی. یک زمان گفته است پیغمبر ما و شما گفتن یک زمان می شود بالای همین امت من که یأتون المساجد فیقعدون حلقا حلقا و ذکرهم الدنیا و حب الدنیا. پیغمبر خدا گفت زمانی می شود که همین امت من، همین کسانی که پیرو قرآن هستند، اینها در مسجدها داخل می شوند، حلقه حلقه در هر اطراف مسجد می نشینند و مصلحت اینها، گپ اینها، ذکر اینها فقط دنیاست و محبت دنیاست. فلا تجالسهم فلیس لله بهم حاجة، فلیس لله بهم حاجة. بین پیغمبر خدا گفتن وقتی میبینید شما همین حلقه هایی که در داخل اونها ذکر دنیاست و گپی بیهوده هست، شما در مجلس اونها ننشینید، زیرا که خداوند از اون مجلس بیرون است. خداوند به اینها حاجت هم ندارد، خداوند به اینها تماما ثواب هم نمیرساند. شما در حلقه اونها ننشینید. برادرای عزیز، از همه مهمترین امر مسجد امروز انا همین است که ما و شما از گپ دنیا در داخل مسجد باید که بیگانه باشیم، باید از در داخل مسجد گپ دنیا نداشته باشیم. در بعضی از حدیث های پیغمبر آمده است تا 40 ساله اعمال نیکی شما را نابود میکنه. شما یک روزه عمل نیک دارین ندارین این خدا میداند. و دیگر مسئله داخل مسجد چی هست؟ دیگر داخل شدن مسجد این است که پیغمبر خدا فرمودند من اکل ثوما والبصل والکراث فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکه تتأذى مما يتأذى بنو آدم. وقتی شما اگر در خاندان سیر خوردین، گفتم پیغمبر، یا پیاز خوردین یا مثل دیگر میوجاتی که بوی دارن، وقتی شما استعمال کردین به مسجد داخل نشوین، زیرا اینه که از آن چیزی که ملائکه های خدا آزار میابند، فرزندهای آدم هم از آنها آزار میابند. یعنی از آن چیزی که فرزند آدم آزار یافت، ملائکه های خدا هم آزار میابند. یعنی وقتی که شما سیر میخورین یا پیاز میخورین، بدن شما بویناک میشود. پیغمبر خدا گفتند شما مسجد داخل نشوین، زیرا آزار برادر مؤمن میشود. آزار برادر مؤمن شد، البته آزار ملائکه ها میشود. مطلب از این حدیث پیغمبر خدا در چیست؟ از این است که باید ما و شما در روزهایی که به مسجد می آییم باید که بهترین لباس در بر داشته باشیم و از تمام آن اشیای بویناکی که در بدن ما و شماست یا در شکم ما و شماست باید که از اینها دور باشیم. متاسفانه در بعضی از مساجدها وقتی که نماز میخوانی، باور کنین همون
جایهای نماز، در جایهای نماز بویهای همون جورابهای ما و شما، بویهای همون پایهای ناشسته ما و شما قالب بستگی هستند. یا چگونه ای که بخواهد، چگونه لباسی که بخواهد همان لباس می پوشد و به مسجد می آید. بدترین مکان بازار است، برای مسجد بهترین، برای بازار بهترین لباس می پوشد و بهترین زیب و زینت استفاده می کند. لکن برای بهترین گوشه زمین که این مسجد است، برای این استفاده این خوشبویی ها و پوشیدن لباس محروم است. این هم یکی از وظیفه های ما و شما هست که باید که در داخل مسجد اینها را ما و شما حل بسازیم. وقتی که در داخل مسجد در آمد، نماز خواند، بعد از مسجد بیرون برآمدن دعا میکند: اللهم اینی اسألک من فضلک، خدایا من از فضل تو طلب دارم. خدایا این عبادت هایی که در این داخل مسجد انجام دادم، خدایا به درگاهت مقبول بگردان. با پای چپ از مسجد بیرون می شود. این است قاعده هر یک نمازگزاری که داخل مسجد می درآید و از مسجد بیرون می شود. کدام شما اگر این وظیفه ها را انجام دادین، انشاءالله شما از این ثواب ها و از این احادیث های پیغمبر که به سمع شما رسانیدم، به گوش شما رسانیدم، برخوردار بشوین. و الا اگر شما جنایت در همین مسئله ها کردین، یعنی با گپ های دنیا در داخل مسجد در آمدین، یا با پیغمبرتان صلوات نفرستادین، یا تحیه مسجد در داخل مسجد نخواندین، یا ذکر در داخل مسجد نکردین، شما چیکار میکنین؟ بازم این آمدگی ختان گناهگار در نزد خدا میشوید. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ما و شما که در کتاب امام غزالی از نام این حضرت روایت می شود که خداوند در کتابهای پیشینه خود گفته بوده است: این بیوت فی الارض المساجد و این ذوار فیها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم جاءني الزائرة فحق على المزور ان يكرم الزائرة. خداوند در کتابهای پیشینه خود بسیار یک بشارت خیلی زیاده برای ما و شما خبر داده است، برای آن کسانی که نماز خود در مسجد میخوانند یا به مسجد محبت دارند، برای آنها خبر داده است. چی گفته است؟ خداوند گفته بود است که به درستی این که تمام آن مسجدهایی که در روی زمین است اونها خانه های من هستند. کدام مسجدی که در روی زمین باشد خانه های من هستند. این بیوت فی الارض المساجد و این الذوار فیها عمارها. و خداوند گفته بود است که به درستی این که زیارتچی های من کیها هستند، یعنی کیها خدای خود زیارت میکنند؟ کسانی که مسجد را بنا میکنند، کسانی که 5 وقت نماز خود در مسجد ادا میکنند، اینها زیارتچی های خدا به حساب میرفتند. این الزوار فیها عمارها. خداوند در دوام چی گفته است؟ فطوبى لعبد، خوش به حال همان بنده که تطهر فی بیته، در خانه طهارت میکند، یعنی در بهترین صورت طهارت میکند. طهارت سراسیمگی نه، طهارت به آب خنک نه که سبب مریض شدن او شود. امروز چندین برادرها بعد نماز از من سوال میکنند که کسلی سوزاک شدیم. کسلی بگیم در همه ما و شما مشهور پرستاتیت میگیم،
که دیگر آب پیشابش قپیده نمیتواند. امروز با همین کسلها مبتلا شدیم، نمازهای خود چگونه ادا کنیم؟ و همه این سببش برای ما و شما امروز معلوم است که این آب خنک است. شما از طهارت کردن آب خنک پرهیز کنید، با آب خنک طهارت نکنید. حتی در روزهای گرم هم شما با آب خنک طهارت نکنید. بعد وقتی که طهارت کردین، با خود خاصه همان لطه‌ای که در دست دارین تمام وجود خود پاک کنید تا که هیچ آب در وجود شما باقی نماند که این سبب می شود و شما را خنکی می زند و شما دیگر از اون عبادتی که با شوق با ذوق می کردید از اون دیگر مانده می شوید، دیگر ادا کردن نمی توانید. در دوام خدا گفته بود از خوش به حال همان بنده ای که در خانه در بهترین صورت طهارت میکند. ثم جاءنی الزائره، بعد از آن چیکار میکند؟ لباسهای خود میپوشیده است و میگفته است که به مسجد میروم، برای شنیدن امر معروف میروم، برای ادا کردن نماز جمعه میروم، یا برای ذکر خدا میروم، یا برای آنه که بهترین گوشه است و رحمت خدا در او گوشه است، از رحمت خدا برخوردار شوم. با این مقصد وقتی که مسجد می آید، نه به مقصدهای پلید، بلکه با این بهترین مقصد وقتی که به مسجد می آمده است، خداوند گفته بوده است فحق علی المزور ان یکرم زائره. چگونه که شما ای بندگان من مهمانهای خودتان مهمان نوازی میکنین، برای مهمانهای خودتان سرگردانی میکنین، برای مهمانهای خودتان دسترخوان میپرتایین، برای مهمانهای خودتان باز طعامهای نو پخته میکنین، من هم این زائران خدا، من هم این کسانی که با شوق و با ذوق با یک دل خالص به مسجد آمدن البته اکرامشان میکنم، اینها را احترام میکنم. فقط موت، فقط مرگ سبب شده است و الا برای اینها من در جنت دسترخوان آماده میکنم. من غدا الى المسجد او راح، پیغمبر خدا میگوید کسی که سحر، یعنی این سحرها چقدر مشکل است به نماز جماعت آمدن، خواب بالای آدم غلبه میکند، شیطان وسواس میکند که شما حرکت نکنید به سوی مسجد، خواب کن، یک دم پس میخیزی نماز میخوانی، یا یک دم پس بعد مسجد میرای، بعد یک دم پس وقتی که بیدار میشه نگاه میکنی که الکه از ثواب مسجد محروم شده، یک دم پس بیدار میشه که الکه افتاب برآمده است. این وسواس های شیطان بود که شما را محروم کرد. اگر این وسواس های شیطان در دل شما جای نگرفت و شما با تمام همون ایمانداریتان سحر خیزتین و در نماز جماعت بامداد وقتی که اشتراک میکنین با چشمهای پر از خواب لیکن با یک دل پر سرشار ایمان، وقتی شما مثال قدم زنان به سوی مسجد می آیین، پیغمبر خدا گفته ایستاده است من غدا الی المسجد او راح، یا این که تا بیگاه مانده نمی شوی. نماز بامداد آمدی به مسجد، نماز پیشینم آمدی، عصر آمدی، شام، خفتن همه را ادا کردی. اعد الله له نزولا فی الجنه کلما غدا او راح. پیغمبر خدا گفتند در هر یک آمدگی تو خداوند در جنت دسترخوان آماده میکند، فقط منتظر همین بنده هست که وای قدم زنان به سوی مسجد می آید. این مرگ چیزی ناگهانی هست، این مرگ هیچ نشانه ندارد. اگرچه بعضی از دانشمندهای ما و شما بعضی نشانه های او را برای ما و شما خبر دادند که موی سر سفید می شود، آدم بیمار می شود، میانی او خم می شود، اینا نشانه مرگ هستند.
الان که بیدل میگوید قامت خمگشته پیران نشان مرگ نیست، یک کمان سطحی را در خاک پنهان میکند. از این خاطر مرگ ناگهان به سوی ما و شما وقتی غلبه میکند و ما و شما آن روز قدم زنان به سوی مسجد میرفتیم یا 5 وقت نماز ما در مسجد خوانده باشیم، انشاءالله همون دسترخوان‌های جنت منتظر همه ما و شماست. این است ثواب اندک از مسجد که برای آن کسانی که مسجد می آیند و در مسجد نماز خودشان ادا میکنند. حرمت مسجد که حرمت امی هم گفت از پیغمبر خدا. مسجد این احترام مادر دارد، چگونه ای که همین مادر در اسلام قدر دارد، قیمت دارد، چگونه ای که مادر در اسلام شما دوست می‌دارین، مسجد را هم باید همچنان دوست دارین. برای گشاده بودن دروازه مسجد غمگین نباشین، برای در مسجد موعظه می‌رود غمگین نباشین، بلکه خرسند باشین و به سوی خدای خود باز میگویم که شکرانه کنین که امروز درهای مسجد گشاده هستند و تمام سوالهای شما جواب خود می‌یابد و تمام مشکلات‌های دنیوی دینی شما همه حاصل می‌شود. این مسجد یکی از فضیلت‌های بهترینی که در داخلش دارد این چی است؟ این همین است که در این جمعیت ما و شما نمیدانیم که کی به سوی خدا قریبتر است، کی به سوی خدا با قدرتر است. چگونه یک شاعر میگوید کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. هیچ کس نمیداند که در نزد خدا چی قدر دارد، چی قیمت دارد. شاید در همین بین جمعیت ما و شما چنان جوانی باشد که خداوند وی را دوست می‌دارد و به سوی خدای خود نزدیکتر است، محبوبتر است از خاطر همون جوان یا از خاطر همون یگان موی سفیدی که به سوی خدا نزدیک است. از خاطر او دیده خداوند دعای ما و شما را قبول بسازد، مقصودهای ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند. ممکن است، اینا کسی نمیداند. یا مسجد مقصد او نیست که ما و شما آمده فقط و فقط به ذکر خدا مشغول شویم، بلکه می توانیم که در این مسجد ما و شما با یک برادر مؤمنمان در یک روز 5 بار ملاقات میکنیم، با یکدیگر شناس میشویم، با یکدیگر سلام میکنیم، بعضی مشکلات هایی که داریم از سوال های دینی و دنیوی مان در مسجد حل میکنیم، یا اگر از دنیایی هم که باشد بیرون مسجد از یک برادر سوال میکنیم، مسئله های ما و شما حل میشود. این از فضیلت مسجد. انشاءالله حدیث های ناگفتنی زیاد باقی مانده است و این حدیث ها را خدا خواسته باشد جمعه دیگر با همراهی بعضی از سوال های خیلی زیادی که در نزد من هست جواب میگردانیم و امروزش فکر میکنم البته کفایت کننده هست و یک جایه با همراهی شما دعا میکنیم. و یک چیز دیگر را گفتنی هستم. یک برادر از من سوال کرد الحال که مسئله همین دست بستن در نماز چگونه باشد. دست بستن در نماز طبق مذهب ابو حنیفه به همه ما و شما باید معلوم باشد که باید که همین دست هایی که ما و شما می‌داریم یعنی همچنان باشد که همین دست راست ما در بالای همین بند دست می آید، این 3 انگشت از بالا می آید و این 2 انگشت دیگر از زیر حلقه می شوند و در زیر ناف ما و شما قپیده می شوند. این از ترتیب دست قپیدن در حالت نماز طبق مذهب حضرت امام ابو حنیفه. دست ها باید هم بسته شوند و این چنین حضرت امام هم گفتند که این به خشوع به سوی خداوند نزدیکتر است، یعنی این به شکستگی به سوی خدای ما نزدیکتر است. از این خاطر طریق دست بستن البته همچنان است و در حالت نماز خواندن همه شما
باید که به هیچ طرف میل نداشته باشین، یعنی نگاه به هیچ جانب نکنید، فقط همون سجدگاه را نگاه کنید و در حالت سجده کردنم پیشانی و بینی ما و شما هم در زمین میرسیدگی باشد و دست‌هایی که داریم در هدایه میگوید که برابر دو کتف باید که باشد. در زمین وقتی که میگذاریم برابر دو کتف میگذاریم و در بین هر دی این دست‌ها ما و شما سجده میکنیم، یعنی کشاد دست‌ها را نمیگذاریم. این از ترتیب در نماز ایستادن. و نزد حضرت امام ابو حنیفه هم در حالت راست ایستادن باید بین قدم‌های ما و شما از 4 انگشت زیاد دیگر کشادی نداشته باشد. این هم حضرت گفتند به شکستگی به سوی خدا نزدیکتر است. باید پهن ماندن یک وجب نزد حضرت امام مالک است که یک وجب مانید و نزد دیگر حضرت ها با طریقی که چگونه که یعنی برای آدم موافق می آید گفته. لیکن الحمدلله که ما و شما امروز پیروی مذهب ابو حنیفه هستیم، از ما و شما همون 4 انگشت بین پایهای ما و شما باشد. این از طریقه نماز خواندن پیروان حضرت امام ابو حنیفه. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و گذشتگان ما و شما را خداوند رحمت و مغفرت بگرداند. بیماری های این جمعیت ما را خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگرداند. مسافرهای این جمعیت ما علی الخصوص از کلاب ما و شما که امروزها سفرهای چی در طلب علم دارند و چی به دولتهای دوردست برای پیدا کردن رزق روزی سفر دارند، خدایا صحت و سلامت با مقصدهای حاصل شده با خاندانشان پس بگرداند. ربنا اتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.